السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، امروزه موضوع ما و شما موضوع خیلی مهم، موضوعی است که در همین عصر ما و شما خیلی رواج شده است. موضوعی که بین برادر و خواهر، بین دو دادر، بین دو دوست جداگی انداخته است. موضوعی که چنانه که میگویند اگر خواهی که برادرت برای تو دشمن گردد، از او چیکار کن؟ قرض طلب بکن. بله، امروزه موضوع درباره قرض است. به معنای قرض گرفتن نه، قرض دادن است. یا چگونه امروز یک برادری که به حالت وزنینی دچار شده است او را دستگیری کردند. قرض هم یکی از معامله ها است، معامله های مالی است و الله تعالی یکی از درازترین آیات هایی که در قرآن کریم نازل شده است همین درباره قرض است. چگونه انسان باید قرض دهد، چگونه قرض را بگیرد، چگونه ثبت شود، به قید گرفته شود. و چنانه که ما و شما سلسله برنامه درباره حدیث های تجارت، داد و گرفت مالی کرده ایستادیم، امروزه برنامه ادامه همون برنامه است و قرض هم چنانه که گفتیم داد و گرفت مالی است. و البته این دنیا دنیای غدار است و هر یک انسان نوابسته در کدام شرایط و در کجا قرار دارد، زندگی همیشه با یک سطح معین نمی رود. پستی و بلندی دارد زندگی. انسان گاه محتاج می شود، نیاز پیدا می کند که از دوستش، از برادرش، از نزدیکترین انسان ها برایش قرض طلب کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود که امام مسلم رحمت الله علیه روایت کردند میگویند: من انظر معسرا اظله الله یوم القیامه تحت ظله. کسی وقتی برادرش دست تنگ می شود برای او قرض می دهد و برایش مهلت می دهد. انسان قرضدار را در حالت دست تنگی مهلت می دهد او وضع عنه، یا قرضش را می بخشد، الله تعالی روز قیامت او را زیر سایه عرشش قرار می دهد. روزی که آفتاب بالای سر ما و شما می شود، روزی که تمام مردم بر یک سایه جستجو می کنند که زیر یک سایه باشند، بجز سایه عرش الله دیگر سایه وجود ندارد، روزی که تمام مردم در زیر عرقهای خود غرق می شوند، همان روز الله تعالی بنده ای که در این دنیا برای برادری دست تنگش مهلت می دهد یا قرضی که داده است از برای الله آن را می بخشد، الله تعالی روز قیامت او را زیر سایه عرش خود قرار می دهد. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح دیگری خود فرمودند که من انظر معسرا کان له صدقه کل یوم. اگر کسی برادر مؤمنش را، برادر مؤمنی که قرضدار است، برای او مهلت می دهد، الله تعالی همون قرضی که داده است هر روز برایش همچون صدقه، تصور کنید شما $1000 یا 1000 سومانی شما قرض می دهید برای یک برادر مؤمن خود، هر روز وقتی شما مهلت می دهید الله تعالی برای شما هر روز 1000 سومانی یا همون مبلغی که شما دادید همچون صدقه به نامه اعمال شما نوشته می شود تا آن لحظه ای که شما قرضتان را باز پس می گیرید. و من انظره بعد حله کان له مثلیه فی کل یوم صدقه. و کسی اگر بعدی که مهلتش می بیاید، مثلا من به مهلت 1 سال قرض می دهم، 1 سال می گذارد، آن برادر قرض را بازپس گردانیده نمیتواند، مهلتش تمام شده است و من برای او مهلت زیادتی میدهم، هر روز دوچند الله تعالی صدقه برای ما و شما نامه اعمال ما و شما نوشته میگرداند. یعنی 1000 سومان باشد، الله تعالی هر روز برای شما 2000 سومان می نویسد. 2000 سومان فلانی صدقه کرد. هر روز در نامه اعمال ما و شما نوشته می شود. بعد آنه که آیات های ریبا نازل شد، الله تعالی بعد از آیات های ریبا، چنانه که ما در موضوع های گذشته زیشت بودن ریباخور و آن نفری که
ریبا میخورد الله تعالی بر ضد او جنگ اعلان میکند. آن را بیان کردیم. الله تعالی بعد همون آیات ها یک آیت نازل میکند که در حق قرض است. آنهایی که ریبا نمیخورند بلکه مهلت میدهند. و این کان ذو عسرة فنظرة الى میسره و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. ان کنتم تعلمون. الله میگوید اگر برادری تو دست تنگ باشد، قرض را برگردانیده نتواند، تا آن دمی که سبکی بالای او میباید او را مهلت بده. و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. اگر شما ببخشید، همون قرضی که دادید آن را ببخشید، بهتر است برای شما ان کنتم تعلمون، اگر اجر آن را میدانستید. الله تعالی تنها خود میداند اجر آن را. آن نفری که از شما قرض گرفته است، شما میدانید هر روز خودش را چگونه احساس میکند. البته بنده مؤمن، ما نمیگوییم در حق آنهایی که امروز همچون یک فریبگر، همچون یک انسانی که به قول مشینیک در بین مردم مشهور شده اند و از این قرض گرفته و از آن قرض گرفته و پروایی برگردانیدن قرض ندارد، یا برای حاجت و برای یک چیزهایی که تماما یک ارزش ندارد قرض طلب میکند و قرض میگیرد، نباید قرض قرض میگیرد. ما درباره آنها نگفته ایستاده ایم. چنانکه که الله تعالی وصف میکند یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. صحابه ها را وصف میکند، میگوید که آنها نیازمند هستند، حاجت دارند، اما از عفت خود انسانی که از حالت آنها خبر ندارد آنها را به حاجت گمان میکنند، آنها را غنی، یک انسان دارا گمان میکنند. برای چی؟ برای که آنها عزت نفسشان بلند است. زیرا اینکه برادرانشان آنها را پیش از آنی که نیازمند میشوند، پیش از آنی که میپرسند، برادرانشان آنها را دستگیری میکنند. چنانه که از سلف صالح روایت شده است. میدانید آنها چگونه بودند؟ آنها شرم میداشتند که برادرشان حاجتمند شده زیر در آنها آمده از آنها قرض طلب کنند. یعنی پیش از آنی که آنها نیازمند شوند، پیش از آنی که آنها محتاج شوند تا پیش در آنها بیایند، برادرانشان حاجت آنها را، نیاز آنها را میبرآورد. بله، بنده مؤمنی واقعی هیچگاه تا ضرورت، تا حاجتی یک سخت بالایش نبیاید، نمیخواهد که سری بلندش را خم کرده پیش برادرش باشد یا پیش دوستش باشد رفته قرض طلب کند. بنابراین انسانی که حاجت برادرش را میبرد، انسانی که وقتی برادرش قرض طلب میکند برای او قرض میدهد، یا وقتی که قرضش را برگردانیده نمیتواند او را میبخشد، تصور میکنید باز یک در حدیث صحیح که امام بخاری و امام مسلم و دیگر امام های حدیث روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یک مردی بود که روز قیامت به نزد الله تعالی آورده می شود. الله تعالی میپرسد آیا تو بار نیکی کردی؟ آن بنده میگوید پروردگارا، من در یاد ندارم که در دنیا نیکی کرده باشم، بجز یک کار میکردم. من الحمدلله ثروتمند بودم و برای مردم قرض میدادم. وقتی روز مهلت قرض می آمد کارگرم را روانه میکردم و میگفتم، برایش میگفتم کسی اگر مهلت بپرسد برایش مهلت بده و کسی اگر تنگ دست باشد قرضش را ببخش. الله تعالی میگوید من از تو دیده کریمتر هستم، از من دیده ذات کریمتر و سخیتر وجود ندارد. چنانه که تو قرض آنها را بخشیدی همین طور من گناهان و خطاهای تو را میبخشم و تو را وارد جنت میکنم. سبحان الله. الله تعالی را دعا کنیم که الله تعالی اصلا بنده مؤمن را محتاج و نیازمند کسی نگرداند. هر یکی ما و شما رو عزیز و سر ما و شما رو بلند بگرداند همیشه، ولی برادران را چنان گرداند که این زندگی پستی و بلندی دارد
و در وقت پستی و بلندی الله تعالی برادران برای ما و شما قرار دهد که دست یاری دراز میکنند و وقت بنده مؤمن نیاز قرض شد، قرض آنها را، حاجت آنها را برآورده میکنند. الله تعالی را دعا کنیم که الله تعالی ما و شما را هم در این دنیا و هم در آخرت سربلند و سرفراز و سعادتمند گرداند تا نوار آینده. الله نگهبانتان باشد.